وقتی که بمب‌های اتم بر سر شهری ریخته شوند، چهره کره زمین برای همیشه تغییر خواهد کرد. به مدت بیش از 50 سال است که این ترس و وحشت در گوشه کنار جهان در تعقیب انسان‌ها بوده که مبادا یک نفر انگشت خود را روی دکمه پرتاب موشک‌های هسته‌ای قرار دهد و بشریت با بحران بی سابقه و بسیار مخرب مواجه شود. اما یک دقیقه بعد از برخورد بمب اتم چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ باید بدانید که بعد از برخورد بمب اتم باران سیاه سختی خواهد بارید، اما این باران برخلاف باران‌های معمولی کثیفی بر گرد و خاک را نخواهد شست. قطره‌های باران بعد از انفجار بمب هسته‌ای بسیار بزرگ و سنگین شبیه به گلوله‌های سیاه با ظاهری مانند نفت خواهند بود. در جریان بمب اتمی هیروشیما، باران سیاه تنها 20 دقیقه پس از انفجار بمب در محدوده‌ای به مساحت 20 کیلومتر مربع آغاز شد. در جریان این باران، قطرات مایع سیاه و چسبناکی محوطه مورد بس را پوشاند که خیس شدن با آن چنان تشعشعی هسته‌ای را به بدن فرد وارد می‌کرد که 100 برابر زمانی بود که در مرکز انفجار بمب قدم می‌گذاشت. اتفاق بعدی دود سیاهیه که جلوی نور خورشید را خواهد گرفت و نمی‌گذارد نور به زمین برسد. هر چیزی که خاصیت سوختن داشته باشد خواهد سوخت. ساختمان‌ها، جنگل‌ها، پلاستیک و حتی آسفالتی که در جاده‌ها استفاده شده است خواهد سوخت. پالایشگاه‌های نفت نیز با انفجارهای عظیم خواهند سوخت، زیرا همواره این مراکز صنعتی مانند دوران جنگ سرد به عنوان یکی از اهداف اصلی در نظر گرفته خواهند شد. وقتی که نور و گرمای خورشید به زمین نرسد، دمای این کره خاکی به شدت کاهش خواهد یافت. بسته به اینکه چند بمب اتم منفجر شود، میزان شدت این مخرب متفاوت خواهد بود. در مواردی بسیار شدید انتظار می رود که دمای کره سیاره زمین تا 20 درجه سانتیگراد نیز کاهش داشته باشد. تمام حیوانات سراسر کره زمین از گرسنگی تلف خواهند شد و گیاهان نیز خشک شده و از بین خواهند رفت. یکی از راه‌های اصلی برای زنده ماندن افراد در مدت 5 سال پس از انفجار بزرگ هسته‌ای استفاده از غذای کنسروی و موجود در انواع بطری‌ها و شیشه هاست. اما باید بدانید که در یک انفجار هسته‌ای میلیاردها انسان جان خود را از دست خواهند داد. انتظار می رود که دست کم 500 میلیون نفر در نتیجه انفجارهای هسته‌ای جان خود را از دست بدهند. میلیاردها نفر نیز در نبردها برای بقا در دنیای جدید پس از انفجار از گرسنگی و سرمای کشنده خواهند مرد. اگر از این نوع ویدیو لذت میبرید حتما ما را حمایت کنید. تا درودی دیگر، بدرود.